سلام شنوندگان عزیز، روز 13 مارس سال 2014 دولت خدانظر از سیماهای درخشان سینما و سیاست عصر 20 تاجیکستان به سینما مبارک 70 می درآید. چگونه اتفاق افتاد که شما به سینما رو آورده اون دوره؟ بهار سال 1958 ما از طرف اون مکتبی که اونجا فوتوگرافی رو می آموختیم به صفت اکسکورسیا آمدیم به کینوستودیو و این اکسکورسیا به من یک فکر و نظریات داد که باید من همین کار رو به همین کار نزدیک شوم. لیکن البته یگان تصورات زیادی من درباره سینما نداشتم و سال 1958 تابستون قسمت شاعر فیلم رو به نوار گرفتن سر کردن از طرف کیمیاگرف. مؤلف سناری استاد سلطان مرادزاده بود و تابستون سال 1958 من در همین گروه کار کردن سر کردم. و سال 65 وقتی شما ویک رو تمام کردید در مسکو، اولین کار دیپلمی شما رو متاسفانه سنزور شوروی بست و سوزان حتی فیلم الله رو. سبب چی بود؟ اون وقتا فیلم را فقط نگاه میکنن از نقطه نظر پیشروی حکومت سوویتی. یعنی اگر شما در قشلاق یگان چیز را بنوار گیرید، در نوبت اول راههای نو، ماشین‌ها، تراکتورها و هاکذا. من باشم فقط حیات مردمی را، حیات هر روزه مردمی را بنوار گرفتم و نفرای پیدا شدن در کینوستودیو که با کمیته مرکزی پارتی کمونیستی ترکستان نوشتند که انا این خیلی فیلم ها برآمدند که از حقیقت سوویتی دورند. یک گپای بیهوده قطعی دقت روبریت پارتی کمونیستی را جلب کردند و یک روز روبریت حزب با سرداری جبور رسولوف آمدند، فیلم نشان دادند به اونا. من البته از این بیخبر بودم و اونا از فیلم ناراضی شدند و من کردند و بعدا معلوم شد که او را نیست کردند. خب 15 سال اول کار در تاجیک فیلم بعد ختم وگیک شما اساسا به کار اپراتوری مشغول بودید و کارهای مثل جور سرکار، اسرار اویله غیوروف ها از محصول نواربرداری شما بود، اما بیشتر از این محصول نواربرداری شما یاد میکنن از اثرهایی که بر پایه شاهنامه بیزوال بریس کیمیاگرف برداشته بود و شما در اون نواربردار بودید در این فیلم ها و گویا که مکتب سینمای بریس کیمیاگرف را گذاشتید. خود شما چه تأثیرات دارید از اون سالهای نواربرداری؟ البته این فیلم ها خیلی مهمند برای تاریخ و برای فرهنگ مردم تاجیک. این خوشبختی بود که استاد کیمیاگرف این نقشه ها رو پیشکش کرد و منم عضو گروه خودش بودم و امکان پیدا کردم که در همین اونها رو عملی کردن همصف باشم با استاد کیمیاگرف. اما یک کارت دیگر معرفی تاجیک فیلم، دو فیلم هنری شما هم هست و مثلا بسیاری سینما شناسان میگویند که دولت خدانظر از جمله کارگردان هایی بود که با فیلم های تاجیکی سیمای ملی آورد و پیش از همه در نظر دارن البته فیلم نخستین صبح جوانی ما که در بین مردم همچون با نام نیسا معروف است و فیلم مردی راه. خود شما درباره این فیلم های خودتان چی نظر داره؟ چی ها داد به خود شما؟ یعنی وقتی که من با کیمیاگرف کار میکردم ما بحث و مناظره زیادی هم داشتیم. نقطه نظر فیلمبردار خدانظر این یک است، نقطه نظر کسی که در پهلوی دیگر فیلمبردار کار میکند باید فکر و نظریاتش را انعکاس کند در چادر سینما. لیکن وقتی که من خودم این کار سر کردم
فلسفه من فرق داشت از اون فلسفه‌ای که در اجرای فیلم ها آید به شاهنامه. من کوشش کردم و این اساس نظر من نسبت به فرهنگ سینما چنین است که باید به فرهنگ مردمی نزدیک باشیم و اون بحث مناظره‌ای که من با مؤلف سناریو کالتونوف و کیمیاگراف داشتم، اون وقت من کوشش کرده بودم که سطرهای استاد ابوالقاسم فردوسی بیوسته انعکاس یابند و با فرهنگ امروزی مردم فارسی زبان ایرانیان نزدیک باشند. اما ببینید در پایان سالهای 80 با استر نسیمی بازسازی وضعیت دوره گورباچوف آمد و شما بعد تقریبا 25 سال کار در سینما رو آوردید به سیاست. چی انگیزه هایی بود که شما رو به این میدان آورد؟ این اختیار من نبود. برعکس سال 1986 یک گروه کینماتوگرافیست ها پیش من آمدند و گفتند که اونا نامزدی مرا به صفت رئیس اتفاق کینماتوگرافیست تاجیکستان پیشنهاد میکنند و اگر من نگویم اونا بسیار از من میرنجند و من یعنی چون خواهی خود را نشان میتیم، یعنی مرا مجبور ساختند که من راضی شوم. البته این سیست در فشار باز اون مرکز کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان گذاشت. حتی سیست را با 3 روز تنفس اعلام کردند که بگذار یک نفر دیگری گذرد و با هر یک اعضای اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان صحبت کردند. یعنی فشارهای زیادی شدند که پیشنهاد این کینماتوگرافیستان نگذرد، لیکن آخرش اونا غالب برآمدند و مرا به صفت سرورشان انتخاب کردند و این سبب شد که من خواهم نخواهم به سیاست داخل شدم. یعنی به سیاست محیط مرا مجبور کرد. نه فقط فیلم اولین الله را من کردم، لیکن فیلم آخرین من درباره استاد لاهوتی بود و باید در روز 100 سالگیش نشان میدادن، او را هم نشان ندادن. هر یک فیلمی که من پیشنهاد میکردم و عمل میکردم یگان مشکلات از طرف سنزور داشت. یعنی خواهم نخواهم شما را مجبور ساختند که شما با سیاست نزدیک شوید و بعد اون وقتی که انتخابات نماینده های مردمی در شورای عالی اونم عیناً همیخیل شد. اگر دوامش رو شما پرسید، در انتخابات سال 91 خودم من میخواستم پیشنهاد کنم ثبیت نعمت اللهیف را و چند بار با او صحبت داشتم. فکر میکردم که در همون محیط ثبیت نعمت اللهیف بهترین نامزد بود برای اون که رئیس جمهور تاجیکستان شود، لیکن او راضی نشد و دیرتر 10 سال پس به من گفت که از هر طرف فشار زیاد شد که وی در این کار اشتراک نکند. و مثلا بسیاری میگن که همون که اسلامی ها از شما پشتیبانی کردن در همون سال 91 مسکو رو یک اندازه ترسان، خود شما سبب همون شکست خوردن نیروهای دموکراتیک و اسلامی و نامزدی خودتان در اون انتخابات از چی میبینه؟ آیا مسکو دلیل اساسی بود یا چیز دیگه؟ در نوبت اول باید ما گوییم که اگر حساب کتاب انتخابات رو میگذراندن، یعنی فکر نمی کنن که ما شکست خوردیم.
از روی حسابات گروه هایی که اشتراک کردند از دیگر مملکت ها، در نوبت اول گروه سابیانین از روسیه و یا از نقطه نظر حسابشون، یعنی ما قریب 38 39 گرفتیم. رحمان ابیف 41 42 و باید نوبت دوم میشد. درست نوبت دوم نشد، لیکن اون فکری که شما بیان کردید این هم درست است. بعدا نفرایی که با گورباچوف نزدیک بودن گفتند که یعنی از طرف تاجیکستان از اداره های مخصوص ترساندگی که اسلامی ها هستند و اگر فلانی پرزیدنت شود اسلامی ها او را برطرف میکنند و خودشون سر قدرت میشینند. از نقطه نظر من این همش دروغ بود و سفسطه و اینا استفاده بردن که ما را بدنام کنند. آقای دولت خون‌نظر، یک مثلا یک فکر در ذهن جامعه ما مطرح است که اگر سال 91 نه رحمان ابیوف بلکه این کمانده دولت خودنظر و اصل‌الدین صاحب نظر غلبه میکردن در انتخابات، شاید راه تاریخی تاجیکستان دیگر میشد، شاید جنگ نمیشد در تاجیکستان. خود شما چه فکر میکنید؟ این رو اکنون مشکل گفتن، لیکن سبب اونه که من راضی شدم در اون انتخابات اشتراک کنم، این من حس میکردم که وضعیت در تاجیکستان چنین است که جنگ شدنش ممکن و باید راه جنگ رو بگیریم. با عنوان سوال آخر با یکی از شاگردان شما در دوشنبه صحبت میکردیم، میگفت که دولت خود را حیف کرد که با سیاست رفت، اگر نمیرفت شاید در این مدت چندین شاهکار دیگر برای سینمای تاجیک می آفرید. خود شما تا کجا از این زندگی، از این 70 سال زندگی که داشتید راضی هستید و آیا پشیمان نیستید که مثلا در چی میگن در نیمی راه از سینما کندید و رفتید به سیاست؟ در سیاست من یک درست 2-3 سال فقط بودم. بله 2-3 سال، اما خیلی سالهای پرشور. من ممکن یک نقشه‌ای، بعضی نقشه‌ای که داشتم برای فیلم برداری اونا عملی نشدن، لیکن چی باید کرد؟ تقدیر است و من از حیاتم راضی هستم. تشکر زیاد. مهمان رادیوی آزادی دولت خودنظر بود، کارگردان معروف سینمای تاجیک و از چهره‌های درخشان سیاستی تاجیکستان در پایان سالهای 80 و اوایل سالهای 90. و یادآور می‌شوم که دولت خودنظر روز 13 مارس سال 2014 به سینی مبارک 70 میرسد. بار دیگر براتون مبارک باشد این زادروز. سلامت باشید.